محمد مربی بوده که جهان نصفشو به خود ندیده. چطوری مربی نتونسته همسرشو تربیت کنه؟ چطور مربی نتونسته شاگردانشو تربیت کنه؟ شیعه چه تصویری از این پیغمبر داده؟ با این تصویری که شیعه از پیغمبر داده آیا این پیغمبر قابل اسوه بودنه؟ ما اهل بیت از خودمون میدونیم. ما میگیم اهل بیت همشون اهل سنت بودن، یک نفرشون شیعه نبوده. اهل بیت عوض نشدن، تاریخ عوض نشده، پیغمبر عوض نشده. این تشیع که به عنوان حزب سیاسی عوض شده، 5 مرتبه تغییر کرده. مشکل اینجاست. اشهد ان لا اله الا الله الله اکبر و اشهد ان محمد رسول الله. الله اکبر. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله. یعنی شما هیچ دشمنی با اهل بیت ندارید؟ یعنی شما اونا رو به قول معروف دشمنان آقا من دشمنان اهل بیت لعنت میکنم. ما دشمنی داریم؟ ما دشمنان اهل بیت لعنت میکنیم، اگرچه لعنت جزء دین ما نیست. ما اهل بیت از خودمون میدونیم. ما میگیم اهل بیت همشون اهل سنت بودن، یک نفرشون شیعه نبوده. یک نفر از اهل بیت از امام علی علیه السلام تا امام حسن عسکری یک نفرشون عقیده شیعیان رو نداشته. نه به امامت معتقد بوده، نه به اسمت، نه به ولایت. همه اون چرا که شیعه داشت امروزه داره اهل بیت نداشتن. حاضرم این موضوع رو با هر مرجعی از مراجع شیعه مناظره بکنم. هیچ کدوم از اهل بیت پیغمبر از امام علی تا امام حسن عسکری علیه السلام عقیده شیعیان رو نداشتن. دشمنی با اونها آقا ما چطور ممکنه باشون دشمنی داشته باشیم که بر نماز برشون درود میفرستیم؟ لیکن شیعه معنی اهل بیت رو تحریف کرده، همچون که معنی بقیه دین رو تحریف کرده. اهل بیت 12 نفر نیستن، اهل بیت فقط 16 نفر نیستن، اهل بیت 14 معصوم نیستن. اهل بیت همه اهل بیت پیغمبرن. یک رحمت وسیع رو تنگ کردن، یک دریا رو جویبار کردن، یک تحریفه. ما مکلفیم اهل بیت رو دوست داشته باشیم، مکلفیم بر اونها بر نماز درود بفرستیم. چرا؟ به خاطر محمد علیه السلام، نه به خاطر جمال رویشون. ما مکلفیم که اصحاب پیغمبر رو دوست داشته باشیم به خاطر محمد صلی الله علیه و سلم. اگر گوش عزیزه گوشواره عزیزه، اگر محمد عزیزه یارانش عزیزه، اگر محمد عزیزه اهل بیتش عزیزه، اگر محمد عزیزه همسرانش عزیزه. ممکنه جناب عالی یه شخصی رو دوست داشته باشی، مثال عرض میکنم، یه مرجعی رو دوست داشته باشی، بعد بفرمایید که آقا زنش بدکاره بوده، شما خمینی رو دوست داشته باشی بگی زنش بدکاره بوده، محاله. پیش همه عاقلان دنیای محاله. آقا بله درسته. خب امروز شیعه همین کارو میکنه. شیعه امروز با پیغمبر چه صورت؟ کل شیعه؟ نه کل شیعه نه. کل شیعه اگر بگم کل شیعه جنایته. امروز بسیاری از رهبران شیعه، بسیاری از علمای شیعه، اکثریت علمای شیعه همین کارو میکنن. اینه که بعد از عایشه میگن، اینه که بعد از حفصه میگن، اینایی که کتاب می‌نویسن که عایشه فاحشه، بعضن البته همه اینجوری نیستن. خب امروز این عقاید در میان شیعه جز متواتراته. به هر حال اگر همه هم نباشن، امروز شیعیان نظر خوبی نسبت به همسران پیغمبر ندارن. آیا این تصویری که شیعه از پیغمبر داده، این چه پیغمبریه؟ نعوذ بالله، خاکم بدهن. این چه پیغمبریه که همسرانشو نتونست تربیت کنه، شاگردانشو نتونست تربیت کنه؟ این چونی پیغمبری رو اصلا ولش کن بره پیکارش بهتره. این تصویری که شیعه از پیغمبر داده، در صورتی که واقعیت چنین نیست، در صورتی که به خدا قسم امروز کافران قبل از مسلمانان می‌نویسند که محمد بزرگترین مربی بشریت بوده، محمد مربی بوده که جهان نصفش رو به خود ندیده. چطور این مربی نتونسته همسرشو تربیت کنه؟ چطور این مربی نتونسته شاگردانشو تربیت کنه؟ شیعه چه تصویری از این پیغمبر داده؟ با این تصویر این پیغمبر قابل اینه که انسان بهش بگه من ازش اطاعت میکنم؟ قطعا نه. ولذا شیعه امروز تصویر پیغمبر خراب کرده، تصویر اهل بیت خراب کرده، لیکن عموم شیعه این چیزا رو نمیدونه. عموم شیعه ایمان پاک داره. عموم شیعه فکر میکنه که بعد اهل بیت پیغمبر ظلم شده. اما تصویر کلی رو نگاه کنید. امروز آیا یک نفر شیعه هست که به اسم همسران پیغمبر، همچنان که علی، همچنان که حسن، همچنان که حسین، همچنان که جعفر صادق، این کار دختران خوشون اسمشون عایشه میذارن، یه شیعه میذاره؟ نه. پس تشیع عوض شده.
اهل بیت عوض نشدن، تاریخ عوض نشده، پیغمبر عوض نشده. این تشیع به عنوان یک حزب سیاسی عوض شده، 5 مرتبه تغییر کرده. مشکل اینجاست. بفرمایید. چی بهتون بگم؟ وقتی شما به قول معروف حرفاتون منطقی هستن، من جواب ندارم برای حرفاتون. ولی چیزی که میمونه، یعنی ما در کشوری زندگی کردیم، در کشوری زندگی میکنیم که نه کتابی داریم، نه عالمی داریم، نه چیزی داریم که این حرفا رو به ما برسونه. تو هم مثلا 2-3 سال دیگه، 2-3 سالی که گذشته. عزیز من، اگر شما این حرفو قبل از این میزدید عذر داشتید. اگر این حرفو قبل از 5-6 سال میزدید شاید عذری داشتید. امروز دنیا یک قریه شده. امروز کافران فوج مسلمان میشن. شیعه امروز حق نداره این حرفو بزنه. امروز اینترنت در خانه شماست، تلویزیون در خانه شماست. فقط کافیه اون کینه ای را که ملایان شیعه بین سنی و شیعه گذاشتن کنار بذارید، با عنوان یک انسان آزاد فکر کنید. شما اصلا فکر کنید شیعه نیستی، سنی نیستی، اصلا مسلمان نیستی، یک انسان آزادی. به خدا قسم یه لحظه فکر کنید خدا به طرف خودت رو میکشه. با این انصافی که من در شما سراغ دارم. امروز کتاب آزاد میتونی با یک فیلتر شکن صدها کتاب پیدا کنید. یه فیلتر شکن بردار برو سایت عقیده، 1000 خورده کتاب هست که همش در ایران ممنوعه. کتابای برقعی رو بخون، کتابای قلمداران رو بخون. اینا همه شیعه‌ان. آقای برقعی نوه امام رضاست، نوه 30 امام رضاست، مرجع تقلیده، بلکه یکی از بزرگترین مرجع تقلیده. حدود 500 تا کتاب نوشته. همه مراجع شیعه رو دعوت کرد که به این مباهله کنه. همه ازش ترسیدن. خمینی ازش ترسید، خویی ازش ترسید، گلپایگانی ازش ترسید، سیستانی اون موقع سیستانی که اصلا مرجع نبود. توجه میکنید؟ خب انسان باید محقق باشه. خداوند چرا به من شما چشم داده، گوش داده، عقل داده، هوش داده؟ با این حسابی که من از جناب علی سراغ دارم. روز قیامت خداوند از من شما سوال میکنه که آقا من پیغمبر فرستادم، حرفشو گوش کردید یا گوش نکردید؟ آقا فلانی نذاشته، من در محیط تنگ بودم. یعنی چی؟ حتی قرآن میگه اگر شما در زمینی که نتونستی آزادانه عبادت کنی، تهاجروا فی سبیل الله ان ارضی واسعه، زمین من وسیع بوده، چرا هجرت نکردید؟ بنده اومدم ایران، چند سالی نشستم، دیدم قابل زندگی نیست، گفتم هجرت کنم. درست در هجرت سخته، ولی ببین خدا را چه نعمتی داد. زمین خدا واسعه. مهم اینه که انسان به حقیقت برسه، مهم اینه که به عشق خودش برسه، مهم اینه که به خدای خودش برسه، مهم اینه که وجدانش راحت باشه، مهم اینه که به جنت بره، مهم اینه که به بهشت بره. این مهمه. بفرمایید. اشهد ان لا اله الا الله الله اکبر و اشهد ان محمد رسول الله. الله اکبر. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله. اللهم تقبل يا رب، اللهم تقبل يا رب. ای خدای ازش بپذیر، ای خدای ازش بپذیر، ای خدایا دلش را صاف کن، ای خدایا دلش را پر از نور ایمان بگردان، دلش را پر از نور قرآن بگردان. ای خدایا دلش را پر از محبت یاران پیغمبر، اهل بیت پیغمبر، همسران پیغمبر، صدر اسلام بگردان. ای بار خدایا ایشان را و بقیه منصفان را کینه ها بغض ها را از دلشون در بیار، نور و توحید را در دلشون روشن بگردان. ای خدایا او را مشعل هدایتی برای قوم خودش بگردان، مشعل هدایتی برای خانواده خودش بگردان. روز به روز به قرآن و سنت نزدیکترش کن، روز به روز به توحید نزدیکترش کن.